چقدر مبلغ آورده؟ من از روی بعضی معلومات قدم قربان 300,000 روبل روسی آوردن. شما چی؟ ما هر سال که رفتیم از 600-700 هزار زیادتر آوردیم. از به شوهر شما نمیترسیم؟ خیلی فکر میکنم. آیا راست است که شما برای صنعت شده از شوهرتون جدا شده؟ درود بینندگان عزیز، برنامه اسرار هنر است تقدیم شما از کانال ام پروداکشن و این لحظه ها برنامه ما در باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد فردوسی ثبت و پیشنهاد شما کرده می شود و این لحظه ها مهمان برنامه ما هستند هنرمند جوان بانوی خیلی زیبا و خوش صدا ندیمه شکرالله. خوش آمدید به برنامه. زنده باشید. سلامت باشید. و در آغاز برنامه همین گل زیبا رو به شما تقدیم میکنیم و آرزو میکنیم که مثل همین گل زیبا همه وقت همین گونه جوان زیبا سلامت باشید و خوشبو بمونید. زنده باشید. و به مخلصان خود چی گفتنی داره در آغاز برنامه؟ سلام خودم را به همه مخلصان میرسانم و بگذار همیشه سربلند و خانه آباد و تنصیحت باشند. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. و چون ندیمه بانو شما خیلی کلیپ کم دارید، شاید که اکثر مخلصان شما را نشناسند، ولی من میدونم که شما خیلی صدای خوب دارید، چهره زیبا دارید، لباس ملی وطن شما خیلی زیبیده است. زنده باشید. و بیاید اطراف هنر صنعت اول کمی صحبت میکنیم و بعدا اطراف زندگی پس پردگی شما. بار نخست با کمک و دستگیری کی روی صحنه آمده و چی شما رو وادار ساخت که آوازخوان شوید؟ بار اول با دستگیری اهل دین دولت من به صحنه برآمدم. استاد اولین من آن کس می باشند. هنرمند و تنظیمگر هستند. بله. کدام سال بودین؟ این سال 2018. با کدام ترانه بار اول روی صحنه آمدید؟ با ترانه ایرانی که قرار بود یکم بار من به صحنه برآمدم. اولین کنسرت اشتراک کردم. و به اندیشه شما کدام ترانه شما را میان مخلصان معرفی کرد؟ فکر میکنم همین ترانه. بله. تا این زمان چند ترانه آماده کردید؟ به فکرم 8 ترانه آماده کردید. بله. و باز تیار کرده ایستاده‌ایم به نزدیکی انشالله که البومی من میبراید برای پیشکش مخلصان میشه. برای چی کلیپ قریب که شما ندارید؟ چند نواری که دارید هم از برنامه ها چوربینی کنسرتی هستند. عبدالرحمن جان سرپرست ندارید؟ مبلغ ندارید؟ نه این یگان وای نداشت. ما سرودها را تیار کردیم از دولت خارجه، یعنی از روسیه. مخلصا بسیار خواهش کردن که ما اونجا کنسرت هاتیم. از همین حساب ما چند سال 3 سال در دولت روسیه بودیم. در فدراسیون روسیه بودیم. بله اونجا کنسرت ها. همراه کی رفته بودید؟ همین همراه استادم اهل دین دولت بودم. بله. برای چی استاد؟ از جای من شنیدم که شما زن دوم اهل دین دولت نیست شده بودید یا هستید هنوز؟ این آوازه تا کجا حقیقت دارد؟ بله درست است. همین خیلی بود و عینی حال یک جان استیم جدا شده. جدا شده؟ بله. چند مدت زندگی کردید با هم؟ 4 سال. 4 سال با هم بوده. یعنی با شما هم شوهر بود، هم استاد بود، هم سرپرستی میکرد، سرود و ترانه های شما رو آموزش میکرد. سبب جدایی شما چی شد به فکر شما؟ میخواهم این مخفی باشد. این مخفی است؟ بله. نمیخواهید مخلصان دانند؟ از جانب شما شد یا از جانب استاد اهل دین دولت خطایی؟ نمیدونم. ساز نگرفتیم، فقط همین خطاگیش هم نمیدونم. یعنی یک دیگر فهمی میان شما نشده؟ بله. جدا شده. بله. و این زمان چی تماما رابطه همکاری نداره؟ نه. پس این لحظه ها این روزها کی به شما کمک میکنه؟ من این حال استودیوی سیاوش در سرودما تیار کردم. هم سرودایی که برای طربخانه کار میکنم. بله. در اونجا هم سرودایی که نو تیار کرده ایستادم در سیاوش میکنم. بعد نصیب انشالله
نیت دارم که همکاری خودم را با الهام رادوف دوام دهم. یعنی تنظیمگری موسیقی، یعنی ارانجیروف چی میگن، همکاری کنید. بله بله. و بیاید اطراف زندگی پس پردگی شما کمی صحبت میکنیم. قبل از اهل دین دولت با کی اولادار شده بودید؟ کدام سال بود؟ با خواستی کی بود؟ سال 2013 با شوهر برآمدم، با خواست خودم بود. عاشق شده، دوست داشته؟ بله. و چند سال زندگی کرده بود؟ یک 3 سال زندگی کردم. بله. و جدا شده؟ جدا شد. چی باعث شد که مثلا دوست داشتید و باز از هم جدا شدید؟ نمیدونم، در اول همین خیلی فکر کردم که دوست داشتیم و بعدا نافهمایی زیاد شد در زندگی و از هم جدا شدیم. پیش از اونه که شما آوازخوان بودید، شوهر داشتید، سرودخوانی میکردید؟ نه. هنگام شوهر داشتن؟ نه. بعد از اونه که از شوهر اول جدا شدید، بعد آوازخوان شدید، بله. اهل دینی دولت به شما کمک میکرد؟ بله. اینی زمان تماما دوست داشته چی؟ نه، من اهل دین دولت جدا شدید؟ او مدتی زیاد نشده است که از شوهرم جدا شدم، ولی این حال ندارم. پشیمون نشده؟ نه. از اون که از اهل دین دولت جدا شده؟ نه. کی دیگر کارهای شما رو پیش میبرد؟ خودم؟ بله. جای فعالیت میکنید این زمان؟ بله، در طرفخانه کار میکنم. در موسیقی زنده؟ بله. با توی ها چی دعوت کنن میروید؟ بله. میروید؟ من بسیارتر توی ها دعوتیم. طرفخانه اونقدر کار نکردم در تاجیکستان. یک چند ماه شد که کار میکنم. هنگامی که در فدراسیون روسیه بودید، در کدام شهرش بودید؟ در همه شهرهایش. مثلا ایسترنسکی رایون، فود سیتی، ایلینسکی، واسکریسینسکی، عموما همه طرفخانه‌ای که در آنجا بودن ما در آنجا کنسرت دادیم. و غیر اینجا در توی ها میرفتید؟ بله، در آنجا توی ها بسیار بود. زیاده از 50 یا 60 توی زیادتر گذراندیم. تاجیکای خود ما بسیار کنجا. بله، دعوت میکردن. بله. و اگر مخفی نباشد، همین مدت 3 سالی که در فدراسیون روسیه بودید، چقدر مبلغ آوردید؟ من از روی بعضی معلومات قدم قربان 300,000 روبل روسی آوردن. شما چی؟ ما هر سال که رفتیم از 600-700 هزار زیادتر آوردیم. ولی قدر مبلغ ایجاد کردی؟ مبلغ خانه میخرم. خریدید یا میخرید؟ اکو عموما گویم خریدم، خطا نمیکنم. برای قسما مبلغ البته پرداخت کردم. ده همش تیار پچتیم. در شهر دوشنبه. بله، ریموند فقط مانده است. تمام خانه رو تعمیر میکنید و فکرم که شوهر میکنید؟ نه، دیگر نیت ندارم. چه خیره که بعد قدر خانم زیبا در دوشنبه صاحب خانه تنها زندگی میکرده است، به شوهر، شما نمیترسیم؟ خیلی فکر میکنم. تماشا میکنم بسیار هستند جوانانی که میخوان که زنی صنعتکار داشته باشند، با ما بسیار زنگ میزنند. امین عبدالرحمن جان، باید صنعتکار ایمین از زن باید شوهر نداشته باشد. برای چی؟ برای که شوهر میکنه در مدتی همو که باید وای رشد کند، در پیشروی کند، کلیپ کنه، همه چیز داشته. بله. مشق میکند، نمیگذارد. بله. صد راهی همه کارهای صنعتی. اگر رفت نفر پیدا شود که به شما برعکس کمک کند، سرپرستی کند، چی؟ راضی میشه؟ نمیدونم. طور صحبت میکنید که گویا که دل شما تماما از زندگی از مردها سرد شده است. نه خیلی نیست. چی بگم؟ این حیات است. باز رفتند و روند و باز آیند و روند. بله بله. نه خیلی نه. خیلی چیکار میکنید زندگی؟ هستی بلندی دارد. بله. و بیایید به قسمت دومی برنامه ما میگذاریم. بله. که عبارت از 10 سوال هست. سوال ها واریانت دارد و شما کوشش کنید که واریانت درست رو انتخاب کنید و اگر واریانت در ما نباشه، شما میتونید که خودتون پیشنهاد کرده باشید.
آماده باشید اگر شروع میکنیم. و بیایید پیش از آنی که این بخش رو شروع میکنیم یک ترانه با آواز زنده 4 مصرع از شما میشنویم، بعد بخش دوم رو شروع میکنیم. خب سرود از خودم باشه؟ فرق ندارد، یگان ترانه عاشقانه. قبل است. بس ها شب‌های عمرم را، بس ها شب‌های عمرم را با تنهایی سحر کردم، بری رخسارهایم را زیابی دیده تر کردم. چونان که ناله کردم، چونان که ناله کردم با علم از دردی تنهایی، بسنگی سختی سردی سینه ای را هم اثر کردم. کفایه است؟ سلامت باشید. میبینم که صدای شما صدای خلقی است و با سرودهای خلقی موافق میآید. کیا رو بیشتر گوش میکنید از هنرمندان توجیه؟ از کودکی هم که ذوق صنعتکار شدن داشتم، آن وقت مخلص منیژه دولت‌ها بودم. بله. از سحر تا شب، از شب تا سحر من فقط منیژه دولت گوش میکردم. همین خیلی چی گویم میمیکای وی میکردم و سرود چه کوشش میکردم عینه رنگ اون کس خونم. و این حال منیژه که در صحنه نیست، بسیاری صنعت‌ها کاران دیگر حالا چی گوش نمیکنید؟ حالا خیلی گوش میکنم، سرودی نو نباشد. من فکر میکنم که ترانه های منیژه دولت کهنه نشونده هستند. از هنرمندانی که امروز هستند در استراده توجیه یگانه بانی است که از بین 15 سال زیاده از این گذشته است، هنوز ترانه های او رو گوش میکنند. بله. و مشهورترین هنرمندان ما رو امروز ترانه های 5 سال قبل سروده اشون رو نمیشنوند، گوش نمیکنند. ما رفته اگر منیژه دوباره روی صحنه بیاید، خب آرزو دارید که با او سرود بخونید یک جا بیاید؟ بله البته. بیاید به قسمت دوم برنامه میگذاریم. آماده باشید. سوالا شاید که کمی جدی باشن، شاید به عزت نفس شما بعضی سوال ها رسد، اما شما از این نرنجید، چون این برنامه است و میتونید که با بعضی سوال های ما پاسخ نگردونید اگر به عزت نفس شما رسیده باشه. میرویم. سوال اول: برای چی مس آوازخوان شده؟ ا. این آرزوی کودکی من بود. ب. زندگی سخت و وزنین مرا مجبور کرد. و خواستم که مشهور و پولدار شوم. من هم واریانت ا رو قبول میکنم و هم واریانت نه. و یعنی شما این آرزوی کودکی شما است و شما خواستید که مشهور و پولدار شوم. بله. سوال دوم: از خدمت سرپرست استفاده میبرید؟ ا. بله. ب. نه سرپرست ندارم. و سابق شوهرم سرپرستم بود. گ. دوستانم به من کمک میکنم. بله و سابق شوهرم سرپرستم بود. این زمان چی؟ این زمان دوست داشته خودتون. بله. سلامت باشید. سوال دیگر: آیا راست است که شما برای صنعت شده از شوهرتون جدا شده؟ ا. بله این حقیقت دارد. ب. نه این آوازه حقیقت ندارد. و نه من بعد از شوهرم جدا شدن صنعتکار شدم. من بعد از شوهرم جدا شدم صنعتکار شدم. بله. یعنی وقتی که شوهر داشتید آوازخوانی نمیکرد؟ نه. نه. سوال دیگر: در زندگی برای شما از همه مهمتر چی است؟ ا. اویلا. ب. صنعت. و مال و ثروت و زندگی ارزنده. گ. دیگر چیز. اویلا، صنعت، مال و ثروت و زندگی ارزنده. با فکر من زندگی ارزنده. یعنی شما گفتنید که به مال و پول و ثروت نمیتوان که خوشبخت و زندگی ارزنده رو بله همین خیلی است گذرانید در شرایطی امروزه. بله. سلامت باشید. شما رو به سفرهای هنری بررسی کی برده بود؟ ا. شوهرم. ب. دوست داشتم. و با دعوت مخلصانم رفتم. اولا با دعوت مخلصان بود و دوم اینکه با شوهرم.
باشه و هر طرف بله. سلامت باشه. آیا راست است که شما پیش زن دوم یک هنرمند و تنظیمگر بوده؟ بله این اوضاع حقیقت دارد. ب نه من زن دوم نشدم و من تنها یک شوهر کردم. بله درست است. یعنی در حقیقت شما زنی دومی چگونه که در اول برنامه قید کردیم تنظیمگر شناخته معلم دولت بوده. بله. سوال دیگر، چگونه مرد به شما پسند است؟ مردی قد بلند ورزشکار. ب مردی زیبا پولدار و صاحب خانه و در باشد. و مردی خاکسار و کمبغلی که مرا دوست دارد و احترام کند. خاکسار باشد. بایم نباشد خاکسار باشد. خانه نداشته باشد کمبغل باشد چی؟ نه خانه داشته باشد. کانال ام پروداکشن پیدا شود که شما با یک دیدن به او عاشق شوید. جوانی زیبا ورزشگر قد بلند و گفتی مهیابانو کچاک باشد. شما همین با یک دیدن به او عاشق شوید. می توانید که او را به خانه خود بیارید. خانه نداشته باشد، شما را دوست دارد، احترام کند، با قول گویم پرودیوسر شما شود. مرد باید مرد باشد، خانه از خودش داشته باشد. یعنی شما نمیخواهید که خانه شما خانه داماد بیاید؟ نه. شوهری خانه داماد نمیخواهید؟ نمیخواد. با وجودی که چقدر مردک زیبا باید مردک باشد، خانه داشته باشه خطیه به خودش. بعد شما خانه میرید، خانه خود چیکار میکنید؟ وقتی که شما شوهر میکنید به خانه میروید، خانه خود رو چیکار میکنید؟ خانه خودم برای فرزندهایم ایستاد در آینده. این زمان فرزند نداره؟ نه. یعنی آرزو داره؟ بله. در آینده شیطان امید گفتن، بنده با امید. بله. یعنی نمیخواسته است که مردانی الفونس یا اینکه خانه داماد و خانه او بیاند زنده باشه. چگونه مردها رو بد میبینید؟ مردهایی که الفونس هستند. ب مردهای دروغگو و تهمتچی. و مردهای بدرش و سخت. هر سه. هر سه واریانتاتون شما ببینید. بد نمیبینید؟ بله. زنده باشه. سوال دیگر، برای خدمت رسانی کردن در توی چقدر حق خدمت میگیرید؟ 3000 سومانی. ب 5000. و 6000. گ از شرایط تویدار وابسته است. بله از شرایط تویدار وابسته است. خیلی نفس کنید که من توی دارم و شما زنگ میزنم میگم که ندیم بانو من 1000 سومانی دادم میتوانم شما میایید 3 ساعت در توی من با نوازنده و هنرمنده توی مرا گذرانید 1000 سومانی. بله شدگی است که تویدار گفته است که من همین قدر سوم دارم. او سوم حتی اپراتای ما در نمیرسید، خاطری خیلی نداشت، مخلص و کم بغل بودن. بله. بعد خدمت کرد. ما به پول رفته تویشون گذراندیم. بله. چی آرزویی دارید که تا حال عملی نشده است؟ آرزو دارم که فرزند دار شوم. ب آرزو دارم که مشهورترین هنرمندی بانو شوم. و میخوام که در دوشنبه خانه دو آشیانه ساخته ماشین شخصی داشته باشم. گ دیگر چیز؟ بله اولا میخوام فرزند دار شوم. بله. و دوم اینکه برای مخلصان پیشروی کلیپ ها صورت های نو آرزو دارین که بله. بله. و بیاید در آخر برنامه باز یک ترانه، چون شما بسیار صدای شما با من پسند اومد. ما کم هستن هنرمندانی که زنده سرود میخونن بانوانی ما، مخصوصا صدای خلقی کم هستن در ما. از جوانان مثلا هنرمندان بانو مسلمه بانو هستند، مطلوبه بانو هستند، زرینه و شنوزات هستند، چمن گل هستند و دیگر هستند. صدای شما هم صدای خلقی است. یک ترانه عاشقانه برای مخلصان و بینندگان کانال ام پروداکشن. سرود خلقی باشد یا که فرق نداره، عاشقی باشد. فکر میکنم فصل بهار عاشقان زیاد هستند. بگذار سرود از شادروان
دیگه نباشد. بهترین هنرمندی ما. بله، بهترین بانو، بهترین صنعتکار. یک سرودی شناخته دارد، میخوام کم ترک زمزمه کنم. ها یک دست گلم در راه فیض آباده، های فیض آباده، جان مرغ دل من همیشه در فریاده، جان مرغ دل من همیشه در فریاده. های یارو اینجا باشه صحبت هم آباده، صحبت هم آباده، جان یارم رفته نصف عمرم برباده، جان یارم رفته نصف عمرم برباده. زنده باشید، سلامت باشید و صداتون خسته نباشد. و در آخر برنامه با مخلصان و بینندگان برنامه اسرار هنر چی تمنیات دارید؟ در آخر برنامه با مخلصان خود گفتنی هستم که بگذار همه وقت سربلند و خانه آباد باشند و بگذار هیچگاه دستی کم را نبینه. زنده باشید. و ما نیز تمنا میکنیم که همه وقت مثل همین گل دستتان جوان زیبا بمانید و در کارهای میمده شما بربری ها را تمنا میکنیم. سلامت باشید. بینندگان عزیز، برنامه اسرار هنر بود تقدیم شما از کانال ام پروداکشن و مهمان برنامه ما بودند آوازخوان جوان و خوش صدا ندیمه شکرالله. شما با کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید. خیر تا برنامه های دیگر، سلامت و خوشبخت باشید.